برای چی بریم از آدمای کوچولو، ضعیف، کم همت، ترسو، تنبل، بی ارزه، شلوول رفیق انتخاب کنم؟ رفیقای انتخاب میکنم تو سطح خودم باشن. قرآن رفیقایی که معرفی میکنه میگه چیه؟ میگه هر کس اطاعت بکنه، یعنی عبودیت داشته باشه. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. بعد میگه و حسن اولئک رفیق. این رفیقای خوبیه. در روایت هم داریم شما وقتی که رفیق رو انتخاب میکنی قیمتت دیگه. برای همین شما خدا تو رو جدی گرفته، میگه هر روز سر نماز بگو صراط الذین انعمت علیهم، یعنی این 4 دسته. ولی ما واقعا تصمیم نمیگیریم اصلا، میگیم تا آخر عمر، ولی بعد که تو زندگی میایم رفیقامون رو میبینیم که همه کوتوله ان مثل خودمون. یه رفتیم کوتوله ها رو انتخاب کردیم برای رفاقت.